سلام بذار اینو نزا فقط خدا خیر برکت بله متشکرم یه سال چیز بگیره سس نداشته باشه بچه‌ها ببینین ما دوباره برگشتیم بعد از تاریخ تابستونی. به سلام سعید جان ارادت ویدیو بگیری بچه‌ها ببینین امیر بابا هم اومدیم داخل کار دارم ویدیو میگیرم با شوخی کردم علیکی. ببینین دیگه نخودیمونه خواهد بریم پیش آقا رضا. آقا رضا همون هستن. شما هم سه تا چیز میخوام غذا ببریم. بچه ها مثلی که همیشه گفتم اینجا کار میکنیم اونم مغازمونه. ببینید هم بچه ها رو زده تو گوشیه معلوم نیست. هم نوشته همبرگر زغالی همبرگر زغالی. دوست داشتم یه ویدیویی بگیرم الان نظره با هم چی کنیم همبرگر 75 تومن. بچه‌ها من پیش آقا رضا مشابه چیزی جاره من میخوام از داشته 50 تومن این چیز دیگه جدا میدونم چیزایی رو ساده با یه سیت اگه تندی هم میل داری سس تند هم سس برداریم برای سس کچاپ لذتش چیز برگره دقت کنین بچه ها پشتگی تو رو ببینین بذار یه قفتش بدم نونه رو لذیذ شد بچه ها دارم از این ویدیویی که دارم میگیرم بچه ها تا ویدیوی بعدی خدا هم نگهدار. اینم ویدیوی بعدی من بچه ها اینم ویدیوی بعدی من حالا اومدیم ما فکر کنم همبرگر رسینا که وجود داره ولی نه اون وقتی که اشتباه بچه میبینین رو بکنم اینم ولی یه ذره نپختن. حالا بچه ها بچه ها ببینیم ساین زنده باشین شما خوبین خیلی باشم بچه ها اگه هست برای آقای زهرم ای بیسی خوبه اگه هست کنار قدم برایشون از وقتا کنار قدم ست نمیشه حالا اگه نه باشه اصلا خودمون میذارم همبرگر زغالی نوشیدن بچه اون لحظه میبریم بچه حالا بریم سراغ ویدیو جذاب. میدونیم به دیدیم بچه ها دل کری میزنه به همبرگر ها رفتیم سراغ همبرگر. میراد خود نمیخواستی؟ حتی شاید فکر کنیم من چرا بعد بیشتر چیدام از همبرگره این کلا کار مهمتر رو میگم به دیدیم بچه ها سلام آقا شارف گل خیلی خوش آمدی من دارم ویدیو میگیرم یه لحظه به ذهنم زد مشتری زیاده بیام بجرم دیگه هشت فقط دارم از همبرگرم برگر هست که بدون سس خانم خیلی تحقیق یادت باشه جان بچه درس باز دو قدم یه دو بده آقای ازا درس باز کرد شاید داد چی تگری بهمونه اگه تگری هست ببینیم بچه ها دودی بلند میکنم حالا که قاچه رو ببینیم چیه؟ مال هم آدمو بود که میخواد دادی بهش مال تاکسی بود
سرم چیزبرگر یه سه تا چیزبرگر جدا نیست. هیچی یه دونه خانم هم همراز چیزبرگر هم ولی جدا هست. باید بدون سس باشه با یه ساده. بچه پنیر ورقه پنیر ورقه پنیر همبرگر و پنیر لازانیا همبرگر سعید آماده شد یا بچه زیر روی من کردن دلم کشته حالا امروز غذا داره پونه ولی من نمیخوام دلم کشیده بچه وای بچه حالا نوشتمش با یه دست داشتم کار میکردم دوباره شما ولوورا عزیز من بودم که داشتم خب بچه ها فعلا بریم سراغ فرنامه به من میگن سیاه و بچه واقعا نمیشه بخورم بدون تبلیغ مبلیغ ولی من میذاره از فیلم بگیرم ولی تبلیغ نمیکنم ولی واقعا دل کشیده واقعا ولی خب بچه ها دیگه از اون میرادت ساده داشت میذاره که هم برش دو تا نون اضافه بده شاید کارش هم درسته دیگه دور هم برو بچه نگه مهمتر این تنوری سعیدم دادم تنوری میکنیم ابوالفضلم دادم زاره بفهم توجه کنین بچه ها خسته شدم برم خدا بزرگه تا ویدیوی بعدی بچه ها حتما همراه ما باشید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار خب بچه ها رفتیم سراغ یه ویدیوی دیگه همبرگر رو میبینی بچه ها جدا شده دقیقت خوشمزه بچه ها که نگو نمیخوام تبلیغ بکنم ولی نگاه راست رسکی نمیخوام حالا بگیرم تو خانمای مشتری ولی خیلی مشتری داره ببینین واچه پنیریشو بنا چون پنیرش داره آب میشه به خدا خیلی خوشمزه حتی رفتیم این دوشه خدا خیر برکت ده میرد قدمت برچش حتی ببینین بابا اوه بچه دوبلریر بهترین چیزی بود که میشونم نشون بدم در البته دوبلرگر دونم خوب بودا ولی بچه ببینین چقدر گنده خون بزنیم بعدی یا هم تو الکس داری چی میکنی؟ نه شاید داره الکسش چی میکنی؟ یکیش برای آقای زهرم در میمون دوتاتون خانور بدن سلام شد به سلام خیلی خوش آمدید این رو نمیخوام دانی در نشونی بچه نگاه خیابونی خالی خالیه یه در کارزدی هم میشه بچه وارده رادیتی متاسفم نشتلی نوشابه چیزی هم خواهد؟ بیا آماده درد مشکی همبرش رو بچه همون بریه رفت گوشت زن انگار یه دونم بچه ولی بابام اینو بچه های باور نمی کنین بهتون نشون میدم خب ایناش بچه باور نمی کنین خواهی سر ببینین یه بگیره ببین از گوشه شبیه دو برگر بچه ها دیدین
بچه ها، من خودم هستم پشت ویدیو، همیشگی، ولی بعد وقتا نیستم. حالا بریم سراغ همبرگر خرچنگی. چقدر خوب و قشنگی، چقدر خوب و قشنگی. همبرگر بابایی، همبرگر بابایی، چقدر خوب و قشنگی. همبرگر 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 همبرگر. بچه‌ها ببینین، اونایی که تازه ویدیو دیدن یک بار دیگه کردن. بچه‌ها این همه پنیری بود، ولی بریم آخریه ببینین رنگش با اینا در فرق داره. این آخریه دیو دو میکنم نمازی کردم. نوش جانه، خیلی خوشم. یه معمولی دیگه میسن ببرم. باشه همین مدل. بچه توجه کنه، حال پرجنی تاو رفته. من گول بچه ها کنیم ارزش غذاهای بالا باشه، یه جو باشه که میزه. بچه ببینیم یه ذره خونه میخوره دوش، روش تنه خونه میخوره. این حداقل یه حتما میزه آبش شده که نمیخوره دوش. چون میبینیم بچه ها خب الان میخوام یه غذای من تهران خیلی میکنم. خورده قبلا؟ الهی شد ما تمام سعیمون میکنیم غذای با ارزش مزه‌دار بدیم مردم دوباره ببینم. ببینیم مثلا آرزا دست دهنم نوش جانه خیلی برکت شد. یه دوغ و یه دوغ. بچه ها من میخوام از همین الان دیگه ویدیو رو به پایان برسونم. امیدوارم که ویدیوی من رو دوست داشته باشین. تا یه ویدیوی بعدی، خدا یار و نگهدارتون. سلام بچه ها، رام هستم. اومدم امروز خیلی مشتری نداریم، نه خیلی ها، این ساعت خیلی مشتری نداریم. اومدم جای مغازمون رو بهتون نشون بدم. هم مغازه جدیدمون، فقط میتونم جای بیرونش نشون بدم، اینجا میتونم همه جاهاش نشون. اگر دوست دارین تا آخر ویدیو همراه ما باشید. بچه اون مغازمونه، ببینین تابلوه رو، ببینین تابلو رو هم. بچه ببینین یه پنجره اونجا. بچه چادرمونه تا اینجا تا اونجا نشون بدم. اصلا پایینش گرفته نیست. بچه اینجا چی مونه؟ بچه اینجا تشت نوشابه مونه. الان فعلی هنوز نوشابه همونو نمیداریم توی یخچال، ولی ایشالله وقتی رفتیم تو مغازه میزنم چه